اسم من نداست، 34 سالمه. به تازگی خودم رو توی زندگی پیدا کردم. مهم نیست که دیره، مهم اینه که چجوری شروع کردم و چجوری تصمیم گرفتم. یه شب قبل از جنگ زودتر سورپرایزم کردن. هیچ وقت از این که سنم میره بالا ناراحت نبودم. حس و حال فیلم گرفتن و اینا نداشتم که بیخیالش شدم. چون به خودم قول دادم که وقتی یوتیوب شروع کردم جا نزنم، گذاشتم اوضاع آروم بشه بعد فیلم بگیرم. ولی همین مابین بهمون گفتم باید حتما کلاسای کمک‌های اولیه رو بیاین که مجبور شدیم بریم. تصمیم گرفته بودم که متفاوت باشه. 34 سالگیم از سالهای گذشته تنهایی رفتم بازار و کلی خریدایی که برای کلاسم لازم بود و انجام دادم. چرا میگن تنهایی؟ چون من هیچ وقت توی زندگیم تنها جایی نرفتم که خرید کنم. حتما یکی دنبالم بوده. اوضاع آروم شد و بهمون گفتن که کلاسا رو 1 هفته بیاین به طور کاملا فشرده. نرفتم برای تفریح و خوشگذرونی ها، رفتم که یه چیزی یاد بگیرم که میخوام اینا رو آموزش بدم، بلد باشم چجوری آموزش بدم، نه صرفا بگم که من توی این کار هستم. همیشه باید از یک جا شروع با چیزای ساده، چیزای جدید یاد میگیری و قرار اینها رو آموزش بده. این خیلی خوبه. کلاسا رو ظهر میرفتم، شب وقتی هوا تاریک میشد برمیگشتم. این مابین رفتم به یه جا برای کارآموزی. رفتار مدیر رو با بچه‌ها دوست نداشتم. خیلی بد بود. خیلی حالم بد بود. دست و پام میلرزید وقتی که سر کلاس حاضر شدم. بعد استادمون گفت چی شده؟ من به استادمون توضیح دادم راجبش که همچین اتفاقی افتاد تو اون متن. استادمون سریع اسم و آدرس رو از من گرفت و گزارش داد و همین که بی تفاوت نبودم و تونستم به یکی بگم که میتونه یه کاری انجام بده، یه خورده آروم شدم، استرسم کمتر شد. ولی هنوز راجبش فکر میکنم اذیت میشم، خیلی اذیت میشم. من یه هفته پرچالشی رو داشتم، هر روز چیز جدید، هر روز کار جدید، کلی دوست جدید پیدا کردم. فکر کنم نزدیک 30 نفر می شدن اگه اشتباه نگم. و از همه مهمتر فهمیدم تنهایی جایی رفتن، تنهایی کاری کردن اصلا ترسناک نیست. گاهی فقط یه شروع جدید میتونه برای هر کسی باشه. و این کلاس یه جایزه بود به خودم تو سال جدید که قبل از عید اسم نوشتم و بعد از عید اومدم کلاس. درسته که من دیر شروع کردم ولی به نظر خودم هیچ اشکالی نداره. شاید این دقیقا همون زمانیه که من باید شروع میکردم. درست مثل زمانی که دانشگاه رفتم و همه به هم گفتن که چرا اینقدر دیر اومدی. من 1400 رفتم دانشگاه. به نظر من برای یاد گرفتن یک چیز جدید نیازی نیست که حتما سن شما کم باشه. که خیلی از دوستام گفتن به نظرت نیاز همچین کاری کنی بری توی این سن دانشگاه؟ به نظر خودم واقعا نیاز بود و من باید میرفتم. شاید مقاومتی که میکردم از اینکه نرم دانشگاه و فقط حرف این اون گوش میدادم که دانشگاه جای مناسبی نیست، ولی وقتی که دیدم نه من میتونم که این کار رو انجام بدم و اصلا هم بچه درس خونی نبودم تو دوران مدرسه و تو دوران دانشگاه خیلی درس خون بودم. خانوادم و آقا مهربونی خیلی ازم حمایت کردن. همین که آقا مهربونی و خانوادم از من حمایت میکنن برای من خیلی ارزشمنده. از همه مهمتر فهمیدم که تنهایی خرید کردن، تنهایی کاری کردن اصلا ترسناک نیست. گاهی فقط میتونه یه شروع جدید باشه. شاید 34 سالگی رو من باید اینجوری شروع میکردم و واقعا از اینکه اینجوری شروع کردم راضیم از خودم.